من لیسانس قانون خودم نوشتم، ارشد همینجور، و بخصوص دکترا دارم به شما به زبان ساده و بدون هیچ گونه چشم‌داشتی آموزش میدم که یاد بگیری، مستقل باشی، قوی باشی، بتونی فردا حرفی برای گفتن در روانشناسی داشته باشی. چون تو تولید علم نکنی روانشناس نمیشی. روانشناس این نیست که 4 تا کتاب، 4 تا جزوه، 4 تا سال حفظ کنی نمره بده. نه، باید خودت کار بکنی در پژوهش، در آموزش، در خودسازی، در روانکاوی، در روان درمانی. این مهمه. لذا اولین قدم اینه که شما با این گونه سرچ کردن که در گوگل میزنی بازی درمانی به علاوه PDF، مقالات فارسی، پلیتراپی به علاوه PDF، مقالات خارجی رو میگیری، ترجمه‌ش هم گفتن، اینا رو میشینی خوب میخونی، بعد ببینی تو چه زمینه کار شده و شما این اصلا خود بازی درمانی چیه و این بازی درمانی تا تو چه زمینه کار شده، با چه متغیرهای رابطه داره و شما توسعه‌اش میدی و شما ادامه راه اون، شما مرز دانش رو میرسی ادامه میدی. استاد من آقای دکتر عبدالکاظمی ایشون فرمودن که وقتی رفتم انگلستان برای مقطع دکترا یه موضوع انتخاب خواستم بکنم، استادم گفته برو یک سال برو پیشینه جمع کنی، 1 سال برو این مقالات رو بگیر بخون، دستت بیاد، بعد ادامه راه باید بدی شما، نه اینکه تکرار و مکررات.